الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیزان تقاضا کردن نسبت به همین جمله‌ای که الان مد نظر مجلس ما بود کمی وضاحت کرده بشه. بله، در مجالس محافل شنیده میشه که اصل انسانیت، دیانت مهم نیست. انسانیت مهمه، دیانت مهم نیست. و عموما اکثر اون اشخاصی که این جمله را ورد زبانشون میکنن اشخاصی هستند که نسبت به دین و رسول خدا و قرآن و زندگی بعد از مرگ اینا یقین و باور ندارن و متاسفانه خیلی از عزیزان مسلمان ما هم از این گونه اشخاص متاثر شده این جمله را ورد زبان خودشون قرار میدن که بله، اصل انسانیت، دیانت مهم نیست و این دو جمله را در مقابل هم قرار دادن. این دو جمله هرگز در مقابل هم نیست. چرا؟ چون که من یک سوالی بنده مطرح میکنم. در دیانتی که امت اسلام امروزه نسبت به اون مدعی هست که این دین خدا هست از طرف الله متعال آمده، آیا برخلاف اون چیزی که شما اون را انسانیت حساب میکنین در اون یافته میشه؟ هرگز چنین نیست. در جملات اولین زندگی مسلمانی نبی ما، پیامبر ما یاد دادن که المسلم من سلم المسلمون، مسلمان اون شخصیه که دیگر مسلمان ها از دست زبان او در امان باشند. لذا اگر انسانیتی که شما این را شعار خودتون قرار دادین که به دیگران باید نودوست بود، دیگران را باید دوست داشت، به دیگران باید خوبی کرد و به دیگران نباید ضرر رساند، این در جملات اولیه زندگی مسلمانی ما وجود داره. اگر واقعا انسانیت اینه، پس این هیچ مغایرتی و مباینتی با دیانت از زن ما نداره که ما بخوایم این جمله را بر زبان خودمون قرار بدیم و بخوایم این را حق جلوه بدیم که بله انسانیت مهمه، دیانت مهم نیست، حالی که در دیانت اون انسانیتی که شما مد نظر خودتون قرار دادین در جملات اول زندگی مسلمانی این وجود داره. حالا شبهه‌ای که حالا آتئیست ها یا مسلمان های عزیز ما که نسبت به تعالیم اسلامی از این گونه موارد آگاهی زیاد ندارن، این شبهه از کجا برای اینا پیدا شده؟ اینه چون که مسلمان های را دیدن امام به سر، ریشو، ریشدار، خلاصه به هر نحوی با نماز و با نماز جماعت اعمال بدی را از این گونه اشخاص دیدن و وقتی که اینها را با ادعای مسلمانی در جامعه با این اعمال دیدن شروع کردن به ندا کردن این که بله انسانیت مهمه. این که میگه من مسلمانم، من دین دارم، من دیانت دارم، این برخلاف انسانیت داره زندگی میکنه. کارش شده دغل بازی، کارش شده نمیدونم کیسه این و اون رو خالی کردن، کارش شده دنبال ناموس مردم رفتن. پس اگر دیانت اینه، این دیانت ول کن، اصل انسانیت ده بچسب. این که دیگه معیار قبول انسانیت این اشخاص بلا نسبت مسلمان نما نیستن. اگر واقعا شما میخواین این جمله‌ای که ورد زبان شما شده بفهمین، واقعا برین دیانت واقعی را بخونین. همین دیانتی که این آقای دغل‌باز، این آقای حقه‌باز، این آقای کیسه به سر کنه دیگران آمده در جامعه میگه من مسلمانم، برین شما دین اسلامی را که اون میگه من قبول دارم برین بخونین، مطالعه بکنین آیا چنین چیزی در اون دین به اون اجازه داده شده که ما بخوایم با عمل کرده چند نوع به ظاهر مسلمان و در اصل منافق بخوایم که بر علیه دین با شعار انسانیت مهم هست و دیانت مهم نیست ما بخوایم قضاوت بکنیم. لذا این بسیار اشتباه هست. اگر کسی ادعای مسلمانی داره ولی برخلاف اون دین داره زندگی میکنه، اون انسان که به جای خودش اون از حیوان هم پستره، چرا که انسانیت واقعی در دین یافته میشه. اگر کسی دیندار نباشه، مطابق اون دین و خدا رسول و خدا زندگی نکنه، اون انسانیتی که به جای خودش اون از حیوان هم پستره. چطور؟ دقت بکنید دوستان، ما دو تا مخلوق داریم، یکی انسان یکی حیوانه. هستن در جامعه ما اشخاصی که به نام مسلمان دارن زندگی میکنن، برخلاف اون دین خودشون دارن زندگی میکنن. خیلی ها هستن که برخلاف اون اخلاقهای خوب انسانی دارن زندگی میکنن و در اینجاست که ما در مقابل این گونه انسان ها وقتی که ما قرار میگیریم و این گونه کارهای بد ها را از اینا میبینیم، ما میگیم که اینا انسان که به جای خودش اینا حیوان هستن، بلکه این از حیوان هم پسترن. چرا؟ دقت بکنید دوستان، ادعای ما اینه که اون شخصی که در او دیانت واقعی یافته نمیشه، ولو اینکه مسلمان نما باشه، ولو اینکه خودش را مسلمان بدانه، اون شخصی که
در زندگی او دیانت نباشه، دین واقعی نباشه، اون انسان که به جای خودش، اون حیوان که بودن که به جای خودش، از حیوان هم پستره. چرا؟ چرا که در حیوانات، مخصوصا اون حیواناتی که با انسان انس دارن، با انسان زندگی میکنن، ما در عموم چنین حیوانهای، حالا گرگی باشه، شیری باشه، سگی باشه، بلا نسبت گربه‌ای باشه، حالا بله عرضم فیلی باشه، خرسی باشه، اون حیواناتی که بله اون حیواناتی که با انسان ها انس دارن، این حیوانات با صاحب خودشون محبت دارن و با اطرافیان صاحب خودشون هم محبت دارن. لذا اون شخصی که ادعای دیانت میکنه ولی با خدا محبت نداره، اون شخصی که ادعای انسانیت میکنه ولی با خالق خودش محبت نداره، با مالک خودش محبت نداره، با بندگان خالق خودش محبت نداره، این شخص انسان گفتن که به جای خود، حیوان گفتن هم به جای خود، این چنین اشخاصی از حیوان هم پسترن. چرا؟ چون که گفتیم دیگه حیوان با صاحب خودش، با آقای خودش، با سرور خودش، با نون بده و غذا آور خودش محبت داره، با اطرافیان اون محبت داره. کسی که ادعای انسانیت میکنه ولی با خالق خودش محبت نداره، ولی اینکه به نام مسلمان هم باشه، کسی که ادعای مسلمانی میکنه یا کسی که ادعای انسانیت میکنه با خالق خودش محبت نداره، با مخلوقات رب خودش محبت نداره، نسبت به نوع انسانی داره خیانت میکنه، خیرخواه اونها نیست، این چنین انسانی را، انسان که به جای خود، حیوان هم به جای خود، از حیوان هم پستر است. لذا در قرآن آمده اولئک کالانعام، این چنین اشخاصی که به خدا ایمان ندارن، به قیامت ایمان ندارن، به روز بازپسین ایمان ندارن، یا در لباس اسلام و مسلمانی دارن سر کیسه اینو اونو دارن خالی میکنن و کلاه میذارن، این گونه انسان را الله تعالی فرموده که اینا حیوان، بلکه از حیوان هم پسترن. چرا؟ چون که گفتم دیگه، چند دفعه دارم تکرار میکنم، حیوان با صاحب خودش محبت داره، با اطرافیان صاحب خودش هم محبت داره. این آقا به نام مسلمان یا کلا غیر مسلمان به نام انسانیت مهم، دیانت مهم نیست، با خالق خودش، با مالک خودش، اون ذاتی که قلب اون دست اونه، همه وجود دست اونه، شب و روز او دست اونه، همه چی و دست اون ذات مقدسه، با اون محبت نداره، با مخلوقات اون محبت نداره. لذا چنین شخصی را انسانیت که به جای خود، حیوانیت به جای خود، چنین اشخاصی با این شعار متاسفانه از حیوانم پسترن. چنانکه در قرآن الله متعال نسبت به این مسئله قسم خورده، فرموده والعصر، قسم به زمانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یا قسم به همین عصر ما که آفتاب داره غروب میکنه و حیات داره میره و دوباره اگر اون ذات حق اینا دوباره برنگردانه همه نابود میشن. الله متعال فرموده که ان الانسان لفی خسر، بلکه همه انسان ها بدون شک در بدبختی هن، یعنی اینا از انسانیت خارجن، اینا بلکه حیوان بودن که به جای خود از حیوان هم پسترن. اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا؟ همون مواردی که گفتم، بله اون انسان های واقعا انسانیت واقعی دارن، اون انسان های واقعا مورد مقبول درگاه خداوند متعال با انسانیت کامل هستن که دیانتشون کامل باشه. الا مگن اشخاصی که آمنو، ایمان آوردن، دین را قبول کردن، صاحب خودشون را قبول کردن، مالک خودشون را قبول کردن، رازق خودشون را قبول کردن و عمل الصالحات، و با ایمان بر این که یک روزی اون خالق خودشون را ملاقات خواهند کرد، بر شریعت و پایبند هستن و صرفا این هم نیست، با خالق خود محبت دارن، با خالق خود راز و نیاز دارن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نسبت به جامعه، نسبت به هم نوع خودشون هم اینطور خیرخواهن و خیرخواهی میکنن. لذا دوستان، انسانیت کامل در دینه، انسانیت کامل در دینه. کسی که دین نداره، اون انسان به جای خودش، حیوانم به جای خودش، از حیوانم پستره. چرا؟ دیگه نمیخوام تکرار بکنم دیگه. چرا که حیوان، با تکرار بکنم، حیوان با صاحب خودش محبت داره، حیوان با اطرافیان صاحب خودش محبت داره. این آقا با شعار انسانیت مهمه، دیانت مهم نیست، دین خدا را انکار کرده، خدا را انکار کرده، محبت خدا را انکار کرده، محبت نبی خدا را انکار کرده، به زندگی بعد از مرگ ایمان نیاورده. این الله تعالی به عقل داده، این عقل او را به این راهنمایی نکرده که اون خدایی که او را از نطفه ناپاکی آفریده قادر بر این هست که او را دوباره زنده بکنه. این آقا با این شعار هنوز صاحب خودش را بلا نسبت مانند سگ نشناخته و بر اطرافیان صاحب خود بلا نسبت به مانند سگ محبت نداره. این آقا میگه انسانیت مهمه، دیانت مهم نیست. نخیر آقا، شمایی که با این شعار برخلاف دیانت
خداوندی داری حرکت میکنی و خالق خود را نشناختی، نماز خود را نمیخوانی، زکات خود را نمیدی، با اطرافیان رب خودت محبت نداری، شما انسان که به جای خود، حیوان که به جای خود، از حیوان هم شما متاسفانه پسترین. بله دیگه مصداق این شعار شما این اشخاص مسلمان نباشند. شما برین دین حقیقی را تحقیق بکنین. آیا در دین حقیقی چنین چیزی وجود داره؟ هرگز در دین حقیقی چنین چیزی وجود نداره. لذا انسانیت حقیقی در دین حقیقی هست و کسی که ادعای دیانت میکنه اما انسانیت خودش را زیر پا گذاشته، او دیندار نیست و برای این شعار ما هم هرگز ملاکی نمیتونه قرار بگیره. بله لذا این شعار را دوستان ما نباید ورد زبان بکنیم. هر کسی از هر جایی میاد یک شعاری میده، یک ندایی میده، یک جمله قشنگی را میگه، ما نباید این حرف را همینطوری چشم بسته قبول بکنیم. بعضا شما شنیدین میگن که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. آقا یه دقیقه گاری رو نگه دار، به قول ترکمنا گاری رو نگه دار. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام دین موسی را قبول داره. این که شما گفتید موسی به دین خود، عیسی به دین خود، اینا هر دو در دیانت با همن، هر دو مسلمان، هر دو اسلام را قبول دارن، ولی اینکه به نام یهودیت مسیحیت هست. لذا این یک شعاری همینطوری کسی بر زبانش آورده، مسلمان های متاسفانه بی علم ما بلا نسبت گل روی شما فکر کردن که بله دیگه این هم یک حرف درسته. نه خیر آقا، هر چیزی ترازویی داره. پنبه برای خودش ترازویی داره، طلا برای خودش ترازویی داره، هوا برای خودش ترازویی داره، حرف و کلام و منطق هم برای خودش ترازویی داره. ترازوی حرف و کلام و منطق کلام الله جل جلاله و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. باید بر مبنا قبول بشه یا بر مبنا تردید کرده بشه. الله متعال به همین توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.